خب حالا بیاریم قشنگ از نزدیک نشونتان بدم ببینه. خیلی هاتانه گفتم نمیدونم او چی بود اونجا، آتیش نمیدونم در میاد، او به چی آتیش گرفته و نمیدونم چی و چی. دوستان فقط برای شافت سوراخ کردن دقیق و مثلا کار دستگاه تراش نیست. مزیری تو به این صورت با جرقه و برق و گازوئیل برای سوراخاش انجام. حالا این آتیشه که گفتن چی بود او پشت آتیش گرفته اینه دوستان. امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه. از انشالله یک ویدیو دیگه براتون درست کنم و بذارم و لذت کافی ببرید. خدا نگهدار دوستان، مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.